در دایره عملی سازی اقدام‌های سازنده به مناسبت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه میر سعید علی حمدانی با ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی و تشبث و سرمایه‌گذاری‌های ساکنان و صاحبکاران منفرش‌سازی راه‌های اهمیت محلی داشته با مرام ادامه دارند. مسافه عمومی راه‌های اتومبیلگردی حدودی ناحیه نزدیک 216 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از این 13 کیلومتر راه اهمیت بین‌المللی داشته 13 از 1 کیلومتر جمهوریوی و نزدیک 190 کیلومتر راه‌های محلی میباشند. در پرتو عملی سازی هدف‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان و اقدام و تشبث‌های آبادگرایانه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ساکنان و صاحبکاران محلی نیز در روند چنین تدبیرهای بنیادکاری سهم نظر گذاشته ایستادند. جهت آباد و زیباگردانی محل زیست و تامین شرایط مساعد کار و زندگی برای ساکنان با سهمگذاری صاحبکاران در دهه توده‌بایان جماعت دهات چوبک راه اتومبیلگرد محلی بین دهه با درازی بیش از 2 کیلومتر و پهنایی 4 متر نوسازی و منفرش کرده شد. کارهای ساختمانی با جلب تکنیکا و مکانیزم‌های پراقتدار ضروری راهسازی و قوه کاری از حساب ساکنان با صفت بلند اجرا گردیده است. همزمان انشاءات درآمدگاه دهه با نوشتجات نام و در شفت آن تأسیس گوشه افتخاری با نصب عکس‌های قهرمانان تاجیکستان در شکل زیبا و زمانوی ساخته شده در این مسیر درآمدگاه دهه یک ایستگاه معاصر نیز بنیاد گردیده مورد استفاده قرار دارد. همزمان از دو جانب راه محلی شعار و آویزه‌های ترغیباتی وطن‌دوستانه نصب گردیده است. اینچنین طبق نقشه راه‌اندازی شده کارهای راهسازی در دیگر قطعه‌ها ادامه داشته آینده نزدیک منفرش‌نمایی راه اتومبیلگرد محلی شهرک مسکو چوبک سربند به مسافه 15 کیلومتر در نظر داشته شده است. یکی از مشکلات‌هایی که در دهه بود راه‌های فرسوده بودند، راه‌های هموار نبودند، راه‌های مشکل گذار بودند. برای خوانندگان هم در راه رفتن آمدن مشکل بود، برای تکنیک هم رفتن آمدن مشکل بود. اکنون این مشکلی هم برطرف شد. صاحبکاران دهه سهم خودشون را گذاشتن و اسفالت پوش کردن راه را. همه این کارهایی که شده است اقدام‌های پیش گرفته جناب عالی پیشوای معظم ما است که روز تا روز دهه ما از حساب مثال همین صاحبکارا آباد شده است. این هم دلالت به زمان استقلالیت میکند که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان امنیت مردم تامین کرده شده است و مردم هم برای آبادانی، برای رشد، ترقیات، پیشرفت دهه مثل همین ناحیه هم سعی و کوشش تلاش کرده ایستادند. همزمان در ادامه چنین اقدام‌های سازنده با دستگیری و سرمایه‌گذاری صاحبکاران محلی در دهه توده‌بایان جماعت دهات چوبک با کندن چقوری 84 متر از زیر زمین آب نوشاکی برآورده شده امروز ساکنان دهه پورا با آب تازه آشامیدنی تامین گردیدند. عین حال دهه مذکور 208 خواجگی و در مجموع 3700 نفر اهالی دارد. با عملی سازی اقدام مذکور مشکلات نارسایی آب نوشاکی برای ساکنان برطرف گردید. در دهه ما از طرف صاحبکاران از روی اقدام‌های پیشگیری جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان صاحبکاران دهه با چنین خلاصه آمدند که در دهه کارهایی که اولین درجه هستند و برای مردم مشکلی می‌آورند همون کارها را به انجام رسانند. آب از دهه همسایه می اومد تا همین دم تنقیصی بود. آب‌های نوشاکی وقت ساعت داشتن دائمی آب نبود و امروز باشد آب اکنون دائمی می شود. از چقدر 84 متر آب نوشاکی برآوردند. در زمینه عملی سازی لایحه تامینات ساکنان با آب نوشاکی در مرکز دهه بنیاد آب انبار ذخیروی نیز نقشه گذاری شده روزهای نزدیک ساخته می شود که این امکان فراهم می سازد تا در همه فصل سال و حتی هنگام قطع گردیدن قوه برق هم به طور شبانه روزی برای ساکنان آب تازه دسترس گردد. طبق نقشه چاره‌بینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه میر سعید علی حمدانی بخشیده به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی عملی سازی دیگر اقدام های سازنده نیز در نظر داشته شده در این سمت تدبیرهای ضروری ادامه دارند. اینچنین در ناحیه مومن آباد نیز در دایره عملی سازی اقدام‌های سازنده به مناسبت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی با تشبث و سهمگذاری ساکنان صاحبکاران و ابتکار مقامات اجرایی حکومت دولتی منفرش سازی راه‌های اهمیت محلی داشته آغاز گردیده در این سمت کارها با مرام ادامه دارند. طبق معلومات‌ها حالا در ناحیه مسافه عمومی راه‌های اتومبیلگرد 169 کیلومتر بوده. از این 26 کیلومتر راه‌های اهمیت جمهوریوی داشته و 143 کیلومترش راه‌های اهمیت محلی داشته میباشند. در دایره استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد و نوسازی 84 کیلومتر راه‌های محلی نقشه گذاری شده دوره به دوره ساخته مورد بهره برداری قرار داده میشوند.
عین زمان راه автомобилгард назди бозори марказии ҷамъияти шаҳраки муъминобод баъди сангфаршкунӣ ва мустаҳкамнамоӣ марҳилаи мунфаршкунии роҳ оғоз шуда корҳо дар ин самт ҷараён дорад. масъули асосии сохтмони роҳи мазкур муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия буда бо ҷалби техника ва механизмҳои зарурӣ сохта мешавад. ҷиҳати амалисозии иқдоми мазкур ки дар партави ташаббусҳои созандаи ҳукумати мамлакат роҳандозӣ гардидааст, сокинону соҳибкорони ватанӣ низ ҳиссаи сазовор доранд. роҳи автомобилгарди мазкур тибқи лоиҳа бо 10 метр паҳноӣ ва 300 метр дарозӣ бо харҷи 310 000 сомонӣ бунёд карда мешавад. ҳамзамон аз ҷониби роҳ обравҳои бетонӣ ва чароғонкунии ин масир дар назар дошта шуда дар шафати он роҳи пиёдагар низ бунёд карда мешавад. бо мақсади таъмини сифатноки сатҳи баланди иншооти бунёдшаванда мутахассисони варзидаи соҳавӣ ҷалб гардида ҳамзамон раванди корҳои сохтмонӣ аз ҷониби масъулон ва намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия мунтазам назорат бурда мешавад. аз навсозии роҳҳои автомобилгарди маҳаллӣ мушкилоти чандинсолаи сокинонро бартараф сохта баҳри беҳтарсозии сатҳи нехоҳаволии мардум ва таъмини зиндагии шоистаи аҳолӣ мусоидат менамояд. хайри нисомуродзода, муҳаммади мирзо, махсус барои барномаи иттилоотии 7 рӯзи хатлон.